الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 65 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما یک موضوع جدیدی که تعلق به شرک در ربوبیت است بیان خواهیم کرد. موضوع این است که آیا شرک اصغری، یعنی شرک میده عملی، در ربوبیت وجود دارد؟ یعنی شرک اصغر آیا در توحید ربوبیت بگیم یا در ربوبیت شرک اصغر وجود دارد یا ندارد؟ بله، وجود دارد. در ربوبیت شرک اصغر نیز وجود دارد. شرک اکبر و اصغر از همدیگر فرق دارد و البته به شما معلوم و مشهور است که شرک اساسش و اصلش به دو قسم تقسیم می شود. شرک اکبر، شرک بزرگ، شرکی که صاحبش را از ملت اسلام بیرون می کند، کافر می کند، مشرک می کند، مرتد می کند و اگر توبه نکند و با همین شرک اکبر وفات بکند، البته که الله او را نمی بخشد. چخیلی که در سوره نساء الله خبر می دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نمی بخشد همون کسانی را که به او شرک را قرار داده اند، یعنی در حالت شرک وفات کرده اند و فوتیده اند، و بجز شرک اکبر دیگر گناه ها را به کسی خواهد می بخشد. پس کسی که در حالت شرک وفات کرده است هیچ خلاصی روزی از آتش جهنم ندارد و ابدالابد در جهنم می سوزد. چرا؟ برای آن که به شرک اکبر، به بزرگترین گناه، به بزرگترین منهی که الله نهی کرده است واقع شده است. بارک الله فیکم. اما دومین نمود شرک بگویم شرک، این شرک اصغر است. اصغر یعنی میده، شرک میده، شرکی که صاحبش را از دایره اسلام بیرون نمی کند، شرکی که صاحبش را کافر و مرتد و مشرک نمی کند، اما این شرک هم شرک است. این شرک را هم الله نمی بخشد، برای که سوره نساء، آیتی که در سوره نساء آمده است عموم است. الله تمام شرک را که انسان با همون شرک وفات کرده است نمی بخشد، بلکه یک عذاب می کشد یا که بسیار ثوابهاش می رود و بعد از این گناهش یعنی برطرف می شود، نابود می شود. بارک الله فیکم. این شرک صاحبش را ابدالابد در جهنم باقی نمی ماند، برای که این شرک میده است، به درجه اکبر نرسیده است. اما این دومین گناه بزرگترین بعد از شرک اکبر است. از همه بزرگترین گناه در روی عالم چیست؟ شرک اکبر و بعد از این کفر اکبر. بعد از شرک اکبر و کفر اکبر، بعد از این شرک اصغر و بعد از این می شود بدعات، کفر اصغر، یعنی البته گناهی کبیره. پس بارک الله فیکم، شرک اصغر به نهایت گناهی بزرگ است، به نهایت بزرگ است. یکی از راهها برای رسیدن به شرک اکبر است. باید انسان موحد از تمام نمود شرک خودش را دور بگیرد. انسان موحد، البته که کسی که موحد است شرک اکبر ندارد، اما شرک اصغر به وجود آمدنش ممکن است که باید شرک اصغر را هم از خودش نابود بکند، ترک بکند و تمام وسیله ها و تمام راه ها و سبب هایی که انسان را به شرک اصغر میبرد همون را هم ترک بکند. اولین مثالی که به شرک بارک الله فیکم اصغر در ربوبیت می آوریم این تعلیق التمائم است. تعلیق التمائم یعنی چی؟ آویزان کردنی تمائم. تمائم این کلمه عربی بوده، معناش بسیار چیزها رو در بر میگیرد. مثلا بستنی یک رشته‌چه به دست، بستنی تومار، بستنی یگون بگویم ملچه، قزملچاق، همچنین چیزهای به خاطر دور شدنی بلا و به خاطر جلب کردنی فایده.
یعنی به خاطر چشم نرسیدن، به خاطر از کسلی ها دور شدن و غیره و غیره. این را تمائم میگن. لیکن معروفترین معنایی که امروز مردم ما شاید زودتر و خوبتر فهمند، تمائم گفته تومور یا به مانند تومور دیگر چیزهایی که انسان ها به خودشان آویزان میکنند به خاطر جلب منفعت و دفع مضرت، یا که سبب میدانند. همین سبب میدانند، میگن که همین تومور، همین تشتاب در طرف جنوب، در قرغان تپه اون طرف ها تشتاب هم میگن، تشتاب یا یک رشته یا یک چیز دیگری را سبب میدانند. بارک الله فیکم. میگن که همین سبب میشود که کار ما آمد کند، ما شفا یابیم و غیره و غیره. اگر همین تمائم را، همین تومور را، همین رشته را، همین تشتاب را، همین یک مولچه را سبب داند، سببی کشایش کار، سببی شفا و غیره داند، این شرکی اصغر است. اما همین تمائم را به تمام نمودهایش، خواه تومور باشد، خواه تشتاب، خواه رشته، خواه یک مولچه، چیزی نباشد، به خودش آویزان بکند و بعد از این بگوید که 100% همین تمائم، همین تومور و تشتاب به من فایده میرساند، ذات همین تمائم، ذات همین تومور به من فایده میرساند و ذات همین تشتاب و همین تومور از من بلا را دور میکند، گوید سبب نداند بلکه ضرر و منفعت در دست همین خود تومور است، بگوید، این عملش و این اعتقادش این انسان را مشرک میکند، مرتد میکند، کافر میکند و از دایره اسلام بیرون میکند. پس ببینید، شرک اصغر میتواند که شرک اکبر باشد. به عقیده انسان، به اعتقاد انسان وابستگی دارد. تمائم را تومور و تشتاب، رشته و یک چیزی را آویزان کرد و اعتقاد کرد که این سببی خیر است، سببی دور شدن بد است، این شرک اصغر است. اما اعتقاد کرد که خودی همین فایده میدهد، خودی همین ضرر میرساند، والعیاذ بالله این شرک اکبر است و صاحبش البته که مشرک میشد. پس از همین جهت انسان موحد باید از تمام نمود شرک‌های اصغر خود را دور بگیرد. با کدام حجت ما تمائم را، یعنی چیزهایی که آویخته می شود به مانندی تومور، تشتاب، رشته یا که بعضی از ملچه ها و غیره، به خاطر سبب خیر برای کار و غیره کردن، از کدام جهت، با کدام دلیل ما این را چی میگیم؟ شرک است میگیم. چخیلی که امام احمد رحمه الله در مسندشون روایت میکنند با سند صحیح که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تعلق تمیمه فقد اشرک. هر کسی که تمیمه را آویزان کرد یا که به تمیمه خودش را وادار کرد، یعنی تمیمه را به خودش گرفت، به تحقیق بداند که، یعنی به تحقیق شرک را انجام داده است. اشرک یعنی مشرک شده است، به شرک واقع شده است. و این چنین دلیل دوم این است که یک مرد می آید به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواهد که مسلمان شود و بیعت کند، بیعت به اسلام. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که یک قوم مسلمان میشد، انسان‌های مسلمان میشدن، بیعت میگرفت. یک مرد می آید بیعت بکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که من به تو بیعت نمیکنم تا همون زمانی که تو همون تمیمه که در دستت و بدنت داری دور بکنی. بعد از این که همون تمیمه رو، همون بگویم رشته رو، همون تومور رو، همون تشتاب رو دور کردی، بعد از این من با تو بیعت میکنم. سبحان الله. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت نکردند به همون انسانی که تمیمه دارد و گفتند که همون تمیمه رو از دستت نابود کن، قطع کن، گرفته پرتو، بعد بیعت میکنی. این دلیل است که البته این شرک است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کرده است. با بگویم روایت سوم، چخیلی که امام احمد رحمه الله در مسندشون و ابو داود در سننشون روایت میکنند و حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند ان الرقى والتمائم والتولة شرك. محل شاهد اینجاست که تمائم این شرک است. در حدیث اول که امام احمد روایت کرده بودند، در اونجا رسول الله میگند که هر کسی که به خودش تمیمه رو، یعنی یک ملچه، یک رشته، یک چیزی دیگری رو، یا که تومور یا که تشتاب رو آویزان میکند، این مشرک شده است.
در این روایت میگن که این عمل از شرک است. رقا و تمائم و تیوله شرک است گفتم، یعنی تمام شرک است گفتم. و حدیث چهارم که باز امام احمد در مسندشان روایت میکنند از حدیث عقبه بن عامر الجهنی رضی الله عنه مرفوع روایت شده است که میگن من تعلق تمیمه فلا اتم الله له و من تعلق ودعه فلا ودع الله له. هر کسی که به خودش تمیمه را آویزان میکند الله به اون خیر و برکه و کشایش ندهد، و هر کسی که به خودش یک ودعه را آویزان میکند الله به اون یعنی عاقبت سرانجامش را خوب نکند و از ترس و وهم هیچگاه هیچ خلاص نشود. یا به دیگر معنی علما میگن که هر کسی که به خودش تومور آویزان میکند، یک چیزی را آویزان میکند، همون را سببی خوبی، سببی برکت و سببی خیر میداند، این شرک است و الله هیچگاه همون انسان را از بلا و آفت نجات نمیدهد، هیچگاه به خرسندی نصیب نمیکند و همیشه در وهم و ترس و همیشه در حالتی بد زندگی میکند. یعنی این اثر بدی شرک است. ببینید که در همین دنیا هم هر کسی که تومور میکند یک رشته رو میبندد. امروز میبینیم که بعضی انسان ها به بند دستشون رشته های گوناگون میبندند، سرخ و زرد، و یا به گردن حیوان یک قزملچاق است، یک مولچه رو میبندند، یا که یک زنگوله میبندند. حتی به گردن حیوان بستن رو هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من کردند. یعنی تومور رو نه به خود انسان، نه به یگان ماشین، نه به یگان حیوان، به هیچ چیز کردن جایز نیست. بارک الله فیکم. تمامی نمودش رو ما در اینجا تمائم گفته، عموم گفتیم، رشته است، یعنی یگان لطه است، یا یگان مولچه است، یا این چنین تومور است. و حدیث چهارمی که من پنجمی که دلالت میکرد از عمران بن حسین رضی الله عنه است که النبی صلی الله علیه و سلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه. فقال اما انها لا تزيدك الا وهنا انبذها عنك فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. وفي روايه وكلت اليها. رواه احمد والنسائي والحاكم. یعنی این روایت رو امام احمد و امام نسائی و حاکم در مسندشون روایت میکنن. حدیثی است که از صحابه عمران بن حسین رضی الله عنه روایت شده است که البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مرد رو دیدند که در دست همون مرد یک حلقه هست، یعنی به دستش یک حلقه زرد رو بستگی هست. رسول الله سوال کردند که در دست چی است؟ این چی است؟ اون مرد گفت که من الواهنه، از واهنه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اما همین چیزی که به دستت گذاشتی به تو زیاد نمیکنند مگرم وهن رو. وهن چیست؟ وهن رو البته علما بیان کردند، یعنی عقوبت بعضی از نمودی کسلی ها، یا که به دیگر معنا وهن یعنی کفر و شرک و گمراهی و دوری شدن از الله را. یعنی همون توموری که تو آویزان میکنی به خودت، همون رشته‌ای که میبندی برای کشایش کارت، برای درست شدن از کسلی، برای نجات از چشم، همون چیزی که میکنی به بدنت فرقی ندارد. سنگ است و مولچه است. بعضی‌ها به گردنشون سنگ میاندازند، میگن که همین دل مرا نگاه میدارد و غیره و غیره. بعضیشون مولچه، بعضیشون رشته، بعضیشون تومور، بعضیشون تومورشون از سحر، بعضیشون تومورشون از قرآن و غیره، بدون که به تو فقط وهن رو زیاد میکرد. این سخنی رسول الله است. وهن چیست؟ عقوبت رو، بدبختی رو، گمراهی رو، گناه رو زیاد میکند، یا که کفر، شرک، گمراهی رو، دور شدن از الله رو زیاد میکند. سبحان الله. شک، قلق، خوف، ترس، ضعیفی رو این تومورها زیاد میکرد. از همین جهت میبینید که کسانی که به خودشان تمائم میاندازند، یعنی به همون تومور و همین چیزا سخت مشغولند، میبینید که آدم‌های ضعیفند، قلبشون همیشه در حالت ترس است، همیشه در حالت وهم است، همیشه در حالت اضطرار است و از الله و رسولش دور است، از حقیقت دور است، از توحید دور است، همیشه در حالت مشکلی است. سببش چی است؟ خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند سببش انمین در دستش بوده شرک است. انمین حلقه‌ای که در دستش، در گردنش، در پایش، در لباسش، در کیسه‌اش هست، انمین است. رسول الله گفتند این بذها عنک، از خودت اینا دور کن. فانک لو مت وهی علیک ما افلحت ابدا. ای مرد، اگر تو بمیری در حالتی که در تو همین تمائم است، یک چیزی هست که در دستت آویزون کردگی، در یک جا آویزون کردگی، به همون توکل کردگی، بدون که ابدالابد نجات نمیابی. در روایت اومده است که به همون یعنی توکل میکنی. این روایت احمد است، نسائی است، حاکم است. حدیثی صحیح است. البته این حدیث ها دلالت میکند
و این چون حدیث دیگر است که از ابي بشير رضي الله عنه روایت است که انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت متفق عليه. حدیث متفق علیه است، حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، 100% صحیح است. از ابی بشیر رضی الله عنه روایت است که ابی بشیر در بعضی از سفرها با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سفر میکردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مردهای رو میفرستادند، یعنی صحابه رو میفرستادند همچون یک نماینده خودشون که در یگان جای در بین مردم نگذارید یگان حیوانی که در گردنش یگان چیز بسته شده باشد. یعنی مشرک ها در زمان قدیم به حیوان هم، به شتور، به مثلا دیگر حیوان، عادتا به شتور چی میبستند؟ همین خیلی تمائم میبستند، یک رشته میبستند یا یک زنگوله میبستند و میگفتند که همین حیوان نگاه میدارد، همین حیوان فربه میکند و غیره و غیره. رسول الله گفتند هر حیوانی که در گردنش همین چیز است باید کنید، همون از گردنش کنید، برای که شرک است. رسول الله نه فقط از انسان بلکه از حیوان کندن، خیلی کی بیان کردیم. و این چنین در روایت احمد و ترمذی روایت است که از عبدالله ابن عکیم مرفوع از پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده است که پیامبر میگن من تعلق شیئا وکل الیه، هر کسی که یک چیزی رو به خودش آویزان کند به همون گذاشته می شود. یعنی اگر کسی به خودش تومور تشتوب رو آویزان کند، الله شما رو به همون تومور و تشتوب میگذارد. آیا تومور و تشتوب شما رو نگاه کرده میتواند؟ نه، آخری کار انسان وای است و خور است. البته برادران و خواهران عزیزم، حدیث ها در این موضوع زیاد است، حدیث ها در این موضوع زیاد است. و این چنین حدیثی که از ابن ابي حاتم روایت شده است که ابن ابي حاتم روایت میکند از حذیفه رضی الله عنه که انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. حذیفه یک مرد را دیدند که در دستش یک رشته را بسته است، کندند و گرفتند و بعد از این یک بار سوره یوسف آیه 106 را خواندند که و گفتند و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمان نمیآورند بسیار انسان ها به الله مگر اینکه مشرکند. یعنی بسیار انسان هایی که میگن که ما به الله ایمان آوردیم از جانب دیگر شرک را انجام میدهند. و از سعید ابن جبیر روایت شده است که من قطع تمیمه من انسان کان كعدل رقبه، میگند یعنی هر کسی که یک تومار را از یک انسان کنده گیرد و به زمین پرتاید به مانند این که یک غلام را گویا آزاد کرده است. مرحمت، ثواب میخواهید، اجر میخواهید. این است سخن صحابگان، تابعین و غیره. پس بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیزم، این همه دلیل ها دلالت میکند که آویزان کردنی تمیمه، آویزان کردنی بارک الله فیکم تومار و تشتاب و غیره، این از شرک است و از دو حالت است. همین چیزایی که آویزان کرده از چشم دور شدن، برار کار، کشایش کار، از ضرر دور شدن و از کسلی دور شدن میکنند، یا شرک اکبر است یا اصغر است. اگر انسان اعتقاد کند که همین چیزها ضرر میرساند، فایده میبخشد، پس این دو صفت فعلی الله که از خصوصیت الله است، النفع و الضر، به همین تومار، به همین تمائم و تشتاب، به همین رشته و به همین حلقه نسبت داده و این شرک اکبر به شرک اکبر واقع شده و شرکش در ربوبیت است، شرک اکبر در ربوبیت کرده است. اگر بارک الله فیکم گوید که همین چیزها سبب است، بگوید سبب هست، بگوید در این حالت به شرک اصغر در ربوبیت واقع شده است. اما بدانید که آویزان کردن تمائم، تومار، تشتاب، رشته هم شرک در ربوبیت و هم در الوهیت است. شرک در ربوبیت رو فهمیدید که یعنی نفع و ضر، نفع و ضر یعنی فایده طلب کردن یا سبب فایده دانستن، یا که ضرر رو نابود کردن یا که سبب نابود شدن ضرر کسی که داند، این شرک در ربوبیت است. اما توکل کردن به همین تومار، به همین تومار اعتقاد کردن، به همین خود را واگذار کردن، توکل کردن یعنی خودش رو به همین واگذار کردن، این شرک در الوهیت است. می شود که بزرگ شرک اکبر و می شود که اصغر باشد. بارک الله فیکم. این اولین مثال از شرک اصغر در ربوبیت است. دومین مثال دشنام دادنی دهر. دهر چیست؟ البته در زبان ادبیات تاجیک هم دهر استفاده میشد. دهر یک عصر یعنی 100 سال. دهر یعنی بگویم زمان، به معنای زمان میاد. خوبش در اینجا لا تسبوا الدهر، یعنی دشنام ندید دهر رو. دهر زمان است، زمانه رو دشنام دادن. همین زمانه چی است؟ گفته بعضی ها زمانه رو دشنام میدن. همین زمانه این است، زمانه اون است، گفته زمانه دشنام میدن. همین شرک در ربوبیت است و این شرک اصغر است. باید توبه کند. برای چی؟ برای اینکه زمانه در دست الله است.
برای آنکه زمانه گردان این الله است، زمانه در دست الله است. و این چنین دشنام دادن ریح، شمال، بعضی ها وقتی که شمال سخت شد شمال را دشنام میدن. این مثال سوم از شرک اصغر در ربوبیت. در ربوبیت چرا که این از فعل های الله است، گردانیدن زمانه، آوردن شمال، این از صفات های فعلی الله است که الله این شمال را می آورد. و مثال دیگر، مثال چهارم در شرک اصغر بگویم در ربوبیت، این ناامید شدن از قدر. این نمود شرک به نهایت زیاد است. در بین موحدها هم این نمود شرک اصغر دیده می شود که والعیاذ بالله از تقدیر الله آفریده، از قدر الله آفریده بر بالایش ناامید می شود. قدر و قضا این است که وقتی که الله نوشت در لوح المحفوظ همه ما رو، حالتمون رو، از روزی که به وجود میایم تا روز مرگ، همه چیزی که هست از اول دنیا تا آخر دنیا، هر چیزی که نوشت این قدر است. و هر چیزی که به وجود می آید از همون قدر به وجود آید این قضا هست، یعنی به وجود آمد. الله مرا نوشته بود که تولد میشم، بعد از اینکه تولد شدم این چی است؟ قضا است. بعضی که قضاوت می شود، بعضی از انسان ها از همون قدر الله ناامید می شوند، غمگین می شوند. والعیاذ بالله. نه، همیشه هر یک حادثه که به سر شما می آید شما بگید لا حول ولا قوة الا بالله، این از تقدیر الله بود، ما شاء الله فعل، هر چیزی که الله خواست کرد، این از قدر است. بارک الله فیکم. باید راضی شود، انسان ناامید نشود. ناامید شدن از تقدیر، غمگین شدن، چی به سر من این چیزا می بیاید، چی به فقط به من می آید، من خسته شدم، من مونده شدم، من بیزار شدم، والعیاذ بالله. این سخن ها همه از شرک است. شما به جای این سخن ها صبر کنید، به جای این سخن ها گویید که قدر الله ما شاء فعل، این از تقدیر الله است. الله هر چیزی که خواست میکند. الله مالک است، من شما بنده الله هستیم. الله چیزی که خواست میکند. شما یا که راضی میشوید صبر میکنید و توحید به عمل میکنید جنت میروید، یا که ناراضی میشوید و باز بدتر و سختتر به شرک واقع میشید. و دیگر مثال، این یک پنجم مثال از شرک اصغر در ربوبیت این است که قول، یک سخنی که امروز یا که بود در زمان جاهلیت هم و امروز هم دیده میشد، این است که ما شاء الله و شئت ولولا الله و انت، یعنی هر آن چیزی که الله خواست تو خواستی و اگر الله تو نمی بودی. یعنی یک انسان اگر به یک کسی کمک کند، نجات بدهد، میگه که اگر الله تو نمی بودی من کارم بیزیب میشد. والعیاذ بالله. نه، این انسان را به پهلوی الله نبیارید. هیچ وقت نگوید که اگر الله تو، بعد از این یک انسان را هم. نه، هر یک خوبی از الله است. اما اگر گوید که اگر الله مرا حفظ نمی کرد و بعد از الله تو کمک نمی کردی و جایز است. ثم، اما یک باره الله تو گفتن جایز نیست. یعنی هر چیزی که الله خواهد و تو خواهی گفتن هم درست نیست. اینم از شرکی چی است؟ بارک الله فیکم. شرک اصغر در ربوبیت است. یا که التطیر و التشاؤم. البته هر دو این کلمه رو ما در آینده در چندین حلقه ها شرح میدهیم، حالتاش بیان میکنیم. تطیر چیست؟ بارک الله فیکم. تشاؤم چیست؟ تشاؤم یعنی اعتقادی بدی کردن از چیزها. یعنی آیا چیزها به خودش بدبختی دارد؟ یعنی چیزهایی هست که به خودش بدبختی آور باشد؟ بمانند این که بعضی ها میگن که روز شنبه سفر نکنید، روز شنبه گویا که بدبختی آور است برای مسافرت. این جایز نیست، این شرک است. این چنین سخن رو گفتن ممکن نیست. یا که بعضی ها میگن که وقتی که تو به سفر برآمدی گشته از سفر نگرد، کارت ناامید کندم، اگر مثلا راحت خوب نباشد هم همونجا ایست، یا که دیگر نبیو، یک وقتی معین گذرد بعد بیو. چرا که میگن اگر از سفر گردی بلا به سرت میاد. این تشاؤم است. انمین یعنی عملهای بدبختی آور. البته تشاؤم، آیا چیزها به خودش بدبختی دارد؟ چیزها به خودش بدبختی دارد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن که چیزها به خودش بدبختی ندارد مگرم به سه چیز، زن، خانه و دابه که در آینده بیان میکنیم. تطیرم همچنین مشرکات تطیر میکردن پیش از برآمدن. مثلا یک بعضی عملهای خاص رو انجام میدادند که آیا سفر برایم یا نبرایم. اگر پرنده سرد میدادند به طرف راست سفر کند، پرواز کند، سفر میکنیم چپ این چنین عملها البته از شرک از جایز نیست و از شرک اصغر و ربوبیت است.
بارک الله فیکم. ششمین نمودی مثال شرک اصغر در ربوبیت، یعنی نسبت دادن باران به ستاره ها، به ستاره ها، یا که نسبت دادن باران به فصل ها. بهار شد، بهار، باران بارد، میگید خیر این باران از بهار است، بهار شد برای همین باران میبارد. زمستان برف بارید، میگید که خیر زمستان شد برای همین برف بارده شده است. اگر زمستان نمیشد برف نمیبارید. باران برای همین میبارد که زمستان شد. یعنی سبب باران را به چی نسبت میدید؟ نسبت دادن سبب باران به ستاره یا به باد و هوا یا که به فصل بهار و زمستان و غیره. انمین شرک اصغر است. این شرک امروز در همه دیده می شود. این شرک اصغر امروز در همه قریب که دیده می شود. ما نباید این چنین اعتقاد داشته باشیم. اهل توحید چی میگن؟ باران بارد چی میگن؟ بهار شد برای همین بارید نمیگن، برای اینکه الله خواست برای همین باران بارید. الله میتواند که در بهار باران باراند، در زمستان باران باراند، در کدام وقت خواهد میباراند. با سبب باران این بهار نیست، سبب باران این الله است. سبب باران این ستاره نیست، سبب باران این الله است. سبب باریدن برف این زمستان نیست، سبب باریدن الله باران این خواست الله است. الله میتواند که برف در تابستان باراند. برای همون هر کسی که میگه که سبب باریدن باران این بهار است، سبب باریدن باران این زمستان است، سبب باریدن باران این ابر است، سبب باریدن باران این والعیاذ بالله ستاره است، البته به شرک اصغر واقع میشود. میشود که این شرک اکبر باشد. گوید که حتما همین ابر باران از ابر است، الله هیچ تعلقی ندارد. گوید والعیاذ بالله این کفر بگیم اکبر و شرک اکبر در ربوبیت است. از همین جهت در این مسئله باید احتیاط باید باشیم. اما سوال اینجاست که این خبرهایی که امروز باد هواسنجی که امروز طبیعت شناسا میکند به همین اعتقاد کردن جایز است یا نیست باوری کردن؟ البته 100% اعتقاد کردن و هر روز این باد هواسنجی را دیدن و به همون زندگی کردن درست نیست. اما امروز باد هوا رو میبینیم، سنجش ها رو میبینیم که اینها کمی به علم، یعنی از علم سخن میکنند و میگن که به سبب مثلا میسنجند که باران مثلا در 100 کیلومتر باریده شده است و شمال از همون طرف به طرف ما اومده شده است به مدتی از شمال حرکتش از 100 است مثلا. بعد از یک ساعت در ما باران میبارد، فردا خنک میشود نمیشود، این همیشه یک تخمین است. به این اعتقاد کردن 100% این شرک اصغر است. به این نباید ما اعتقاد کنیم. به این نباید اعتقاد کنیم. به زبان روسی این پراگنوز پاگودایی که هست به این نباید ما اعتقاد کنیم. میشود که در یک جا باران بارد و الله نمیخواد در دیگر جا نمیشود. ما باید 100% اعتقاد کنیم که باران از الله است و کی که خواهد چگونه که خواهد میبارد. و این چنین هشتمین مثال از شرک اصغر در ربوبیت این است که تبرک بدعتی به آثار صالحان. ما در این مسئله در یک سوال جواب خوب بیان کردیم که تبرک چیست و حالا ما در این حلقه این مسئله واضح آشکار بسیار صحبت نمیکنیم، لیکن در حلقه آینده هر یکی اینو ما به شما شرح میدیم در جای خودش. تبرک طلبی برکه کردن رو تبرک میگن. تبرک چیست؟ طلبی برکه کردن. یک چیز برکه دارد یعنی یک چیز خودش به دیگرها فایده میرساند، برکه دارد. از وی طلبی برکه کردن گویا که طلب میکنید برکه، از وی طلبی فایده کردن تبرک میگن. تبرک کردن به اثرهای صالحین آیا جایز است نیست؟ جایز نیست. امروز ما صوفی ها رو میبینیم که انمی شرک واقع شدند. شرک اصغر یعنی والعیاذ بالله یک بگیم صوفی، یک امام صوفی اگر خوراک خورد باقی مانده خوراک او را ما میگیم یعنی از طعامی که او خورده است و باقی مانده است همون مردم تلاش میکنند که بخورند، چرا که میگن که خوراکی که دست همون ایشان رسیده است برکه دارد. توف دهان ایشان برکه دارد، میگن کودکای میبرند دهانشو توف میکنند. کرته ایشان برکه دارد. چخیلی که ما دیدیم در تاجیکستان حتی بلان ماشین های ایشان هم برکه داشته است که مردم بلان های همون ماشین های جیپ ایشان رو میبوسند و همون ریزینکه ها رو چی میکنند سبحان الله مسح میکشند. آیا جایز است یا نیست؟ البته همه این از منکرات است، از شرک است و از شرکی. البته اگر سببی برکه گوید، اگر این چیزها سبب گوید این شرک اصغر است. اگر گوید که نه انا مینو به ما فایده میتید، انا مینو به ما برکه میتید،
خودش گوید این شرک اکبر است. بعضی ها مثال میارند مثال رسول الله را که ما دلیلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم را صحابه ها بله الله سبحانه و تعالی رسول الله را مبارک قرار داده بود. رسول الله انسان مبارک بودند. برای همون صحابه ها وقتی که رسول الله را از رسول الله تبرک می جستند، رسول الله را مبارک می شماریدند، رسول الله اقرار می کردند. این جایز است، برای اینکه الله خبر داده بود که مبارک، ما تو را مبارک قرار دادیم. توفیدن رسول الله، بلغم دهان رسول الله بگویم این شفا بود. وقتی که حدیثی است که حضرت علی چشمشون درد میکند در جنگ خیبر، رسول الله دعوت میکنند به چشمشون، آب دهانشون را، توفی دهانشون را میمالند، چشمشون چقدر زود صحیح میشود، درست میشود، سالم میشود، گویا که هیچ کسلی نداشت. و این چنین بلغمی رسول الله، این چنین باقی مانده آب طهارت رسول الله، موی رسول الله، عرقی بدن رسول الله، لباسهای رسول الله، این همه مبارک بود و این همه را صحابه ها تبرک می جستند. اما غیر از رسول الله دیگر یگان کسی مبارک نیست، برای آنکه به یگان کس دیگر الله برکه نداده و خبر نداده است که فلان انسان مبارک است. پس این اولیاهای بگویم صوفی یا که این شیطانهای صوفی یا این مشرکای صوفی رو یا رافضه رو ما هیچگاه به رسول الله برابر نمیکنیم. ما میگیم غیر از رسول الله هیچ کس مبارک نیست. سبحان الله که ما وای رویم تبرک بگیریم. پس تبرک این شرک اصغر و میتواند که شرک اکبر باشد. و البته علما ذکر میکنند، ما هم میتونیم در اینجا همچون نهم یا یکی از بگیم مثال های شرکی اصغر در ربوبیت رو رسم گرفتن یا که رسم کشیدن بیاریم. کشیدن رسم، البته گرفتن رسم با امروزه رسمگیرها به واسطه تلفن، به واسطه کامera رسم گرفتن و رسم کشیدن و رسم تراشیدن، این سه چیز است. یک رسم انسانه یک کس به چوب می تراشد، هیکل می سازد، یا یک کس رسم انسانه می کشد، می دوزد، گله می بافد یا یک چیز قالین می بافد، یا یک کس رسم انسانه به کاغذ می کشد، رسم کش است. این یک مسئله هست و این حرام است و این شرک اصغر است و در این هیچ کسی اختلاف نکرده است. به این حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون یقول الله لهم احیوا ما خلقتم. از همه سختترین کسانی که در روز قیامت عذاب میکشند اینها رسم کشا است، رسم گیرا است، رسم تراشا است. الله روز قیامت به اینها میگه که کشید، همون رسمایی که کشیدید همونو زنده کنید، همون رسمایی کشیده رو که البته نمیتوانند. این البته چرا رسم کشیدن و رسم تراشیدن شرک ربوبیت است، شرک در ربوبیت است، شرک اصغر است. برای چی؟ برای اینکه مصور کی است؟ ما میگیم که مصور الله است. این یکی از صفاتهای فعلی الله است. یصور فی الارحام کیف یشاء. الله در رحمهای انسان، در درونی بگویم مادر کودک ها را چگونه که خواهد میکشد، تصویر میکند، به او صورت میدهد. صورتکش، صورتساز این کی است؟ الله است و هیچ کس حق ندارد که یک قلمی را بگیرد، یک چیزی را بگیرد، صورتی کسی را تراشد یا که صورتی را کشد. صورتکش و صورت تراش هر روزش و هر وقتش این شرک است. اما باقی میماند گرفتن به تلفن و گرفتن به فوتوآپارات هایی که امروز وجود دارد. اصلش حرام است. انسان باید ترک کند، انسان باید ترک کند، این افضل و بهتر است. اما اگر بعضی انسان ها گیرد باکی ندارد، اگر همیشه نیو بعضی اگر بگیرد باکی ندارد، افضلش ترک است. چلی که در این مسئله علما صحبت کردند. بارک الله فیکم. و نهمین مثالی که یا دهمین مثالی که شرک اصغر هست در ربوبیت، این حکم کردن به حکم غیر الله در یک قضیه معین. یعنی یک حاکمی که مسلمان است به حکم الله و رسول 100% حکم میکند، دولتش دولت اسلامی مسلمانی است، اما در یک حکم به حکم غیر الله حکم میکند یا که به حکم الله حکم نمیکند. خودش قانون نمیسازد، برای اینکه یک قانون کسی که سازد هم مخالف قانون الله، این کافر مرتد است.
ما درباره آدمی گپ زدیم که قانون نمیسازد، انکار نمیکند، دروغ نمیشمارد، اینها هر یکش کفر اکبر، شرک اکبر است بگیم در ربوبیت. اما یک کس میگه که به حکم الله باید حکم کرده شود، حکمش هم همش به حکم الله است، اما در یک قضیه مثلا فرزندش دزدی میکند، دست فرزندش رو نمیدوزد، میدوند که این گناه است اما نمیدوزد، نمیبرد. در همین یک قضیه این چی است؟ شرکی اصغر در ربوبیت است. اما اگر یک انسان کاملا به حکم غیر الله حکم کند یا یک انسان قانون برآورد، البته این انسان چی است؟ مشرک است، شرک اکبر است، که این مسئله در بین اهل سنت و مرجئه های عصر مدخلی و بینویت یعنی مشهور و معروف است. 11 مثالی که شرک اصغر در ربوبیت است، این شرک اسباب میگن، شرکی سبب ها. یک قاعده معروف است که علما میگن ان من جعل ما ليس بسبب سببا وتعلق به ما لم يعتقد به فيه التأثير فقد وقع في شرك الاسباب. یعنی هر کسی که یک چیزی رو سبب گیرد در حالتی که او سبب نیست و به همون یعنی خودش رو یعنی کمی اعتقاد کند، به همون خودش رو به همون واگذار کند، در حالتی که تاثیر یعنی گوید که این تاثیر 100% نمیرساند، فقط سبب است، گوید این به شرک اسباب واقع شده است. همه این شرکایی که ما به شما ذکر کردیم، شرکایی که شرک اصغر است، شرکای شرک اصغر است، میتواند که اکبر باشد. این شرکا شرکای عملی است، متعلق به ربوبیت. شرکای اصغر عملی متعلق به ربوبیت است و این از شرکای چی است؟ اصغر است. اینجا یک تنبیه رو علما میرسانند که تنبیه همین است که تشاؤم که به شما بیان کردیم، تطیر، تبرک و آویزان کردن تمائم، تومار و تشتاب و رشته و اینا، این همه از قبیل شرک اسباب است. این همه از قبیل شرک اسباب است، یعنی از به سبب سبب گرفتن به شرک اصغر روبرو شده است. پس این همه شرک در ربوبیت است. اگر مجردی سبب این چیزها رو سبب فقط مجردی سببیه داند، یعنی گوید که همین چیزها فقط سبب است، سبب خیر است، سبب دور شدن شر است، گوید در این حالت شرک اصغر است. اما اگر اعتقاد کند که همین چیزها تأثیر میرساند، به ذات خودش تأثیر میرساند و الله به همین چیزها تأثیر و قدرت رو داده است، گوید و همین چیزها بلا رو دفع میکند و منفعت رو جلب میکند، گوید این شرک اکبر است. اگر از همین چیزها ترسد، سبحان الله، از همین چیزها ترسد، از تومور مثلا سخت ترسد، به همین چیز امید کند، رجا کند، از همین چیز ترسد، به همین چیز توکل کند، یا همین چیزهای سخت دوست دارد، این شرک در الوهیت است. ما چه خیلی گفتیم این چیزها میتواند که شرک در الوهیت و شرک در ربوبیت بشود. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. این بود مسائلی که شما باید بفهمید و این بود 11 مثال از شرک اصغر در ربوبیت که یعنی دیدنش ممکن است. ما میتوانیم دیگر از نمودی شرک‌های اصغری که امروز در بین مردم پنهان شده است ذکر کنیم. در بین خود مردم تاجیک به مانندی یک گیاهی است اسریق، این هم به تمائم داخل می شود. اسریق یک گیاه، کسی خانه نو پوشید، کسی ماشین خرید، کسی دیوار و دروازه نو کرد، به بالای دروازهش میزند که میگه چش نرسد. این به کدام داخل می شود؟ به تمائم. تمائم وقتی که گفتیم فقط تومور نفهمید، همون اسریق هم می شود. رسول الله از حیوان هم کندند، می شود که نه به خانه زند کسی، به یک جای دیگر، به ماشین. تمائم میگوید که ما همین یک گیاه اسریق است، یک بو دارد، یک گیاه هست در کوه ها دشت ها می شود، میگن به بالای خانه زنید چش نمی رسد، به یک جای خوب زنید چشم مردم به همون جا نمی رسد، بلکه این علف چی میکنه؟ چشم نگاه میدارد. این شرک چی است؟ اگر گوید که همین سبب می شود، گوید این شرک اصغر است. اگر گوید که همین خودش نگاه میدارد، گوید این شرک اکبر است. به همین اسریق، به همین یک گیاه کافر می شود. یا تقی اسب یا خر، این هم به تمائم داخل می شود، به پیش دروازهش میزند، به بالای درش میزند، میگه که جن ها را نگاه میکند، چشم نگاه میدارد و غیره و غیره. این شرک است و این تشبیه به کفار است. این از فعل یهود و نصارا است و این البته شرک در ربوبیت است،
و میتواند که اصغر و میتواند که اکبر باشد. چخیلی که ما قاعده رو ذکر کردیم، قاعده این است که اگر این سبب است گوید، البته فقط مجردی سبب داند، در اینجا شرکی اصغر است. اما گوید که نه، این ذاتش ضرر میرساند یا فایده میدهد، به ذات خودش الله به این مخلوقین قدرت داده است، گوید این آدم مرتد میشد، همچنین اعتقاد داشته باشد. یا که بارک الله فیکم خانه غنبور، ما میگیم زنبور، یا که غنبور یا زنبور خانه های دارد، خانه زنبوری اصل یا خانه یگان نمودی غنبورها یا زنبورها را تاجرها عادتا میبرارند، دهقانها به درون میوه هاشو میاندازند، به بازار میبرند. این شرک است. یعنی میگن که اگر همین کار کنید، همین خانه غنبور یک باره چیزهای شما را میفروشاند. یعنی به درون میوه یا که یگون چیزی فروخته ایستادهتون گویا خانه غنبور را گذارید، خانه زنبور را چی شده ایستاده است، گویا که به همین سبب چیزی شما را زود میخرند. اگر سبب دانید، سبب زود فروختن دانید، شرک اصغر است که الله نمیبخشد، اما آدم کفر نمیکند، باید توبه کند، جهنم رفتنش ممکن است به همین واسطه. اگر گوید که نه انمین 100% خودش به ذاتش گوید، در این حالت شرک اکبر است. والعیاذ بالله. بمانندی میگن بعضی کفی دستم خورید به من پول می آید، گوشم خورید مرا کسی غیبت میکند، پایم خورید راه میگردم، یا که چشمم رهنی گشته ایستاده است میگند. این هم از شرک است. این البته از شرک غیب گفتن است. یا در کوچه در حالت راه گشتن میبینید که از پیش شما یک گربه میگذرد. در منطقه ما بینا زیاد است. در شمال تاجیکستان از پیشتون یک گربه گذرد، چیکار میکنید؟ 7 قدم عقب میگذارید. اگر ترسک باشه 14 قدم عقب میگذارید. در طرفهای بعضی از منطقه تاجیکستان میگن که اگر گربه از پیشتون گذرد، اگر در سر توقی داشته باشه، در توقی رو به یک طرف دیگر گردونید، نه باشد میگن به شما یک بلای بزرگ میآید. در جای ما میگن اگر از پیشتون گربه گذشت 7 قدم به عقب روید، بعد گشته دوام دهید راه، نه باشد میگن به شما یک بلا میآید، ضرر میآید. انا این نمیشه چی میگن؟ تشاؤم میگن، یا که تطیر میگن. این تطیر است، انا این تشاؤم است، انا این شرک است و میتواند که اکبر باشد و اصغر باشد. برادران عزیز، شما گمان میکنید که این چیزهای عادی است، اما این شرک است. این شرک است و این همه مثال ها در شرک ربوبیت است. این همه مثال ها در شرک ربوبیت است. ما باید احتیاط باشیم، به فرزندانمون تعلیم بدیم که این چیزها هیچ تأثیر ندارد. این چیزها هیچ چیز تأثیر ندارد. هیچ ضرری، هیچ فایده رسانیده نمیتواند. هیچ سببی بدبختی شده نمیتواند. اینها سبب خوشبختی و بدبختی نیست. اینها سبب سعادت و سبب شقاوت نیست. اینها سبب بلا و مصیبت و سبب منفعت نیست. این همه سبب الله است. الله بدبخت کننده، الله خوشبخت کننده، الله بلا آورنده و الله نجات دهنده، الله فایده دهنده و الله ضرر رساننده است. این اعتقاد را باید من و شما مسلمان ها داشته باشیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و طلب مینماییم که ما را از تمام نمود شرک دور بکند. از شرک در ربوبیت، در الوهیت، در اسما و صفات، اکبر و اصغر، از تمامش، از سببهایش، و ما را از جمله موحدین قرار دهد و شرک را ترک کردن و از مشرکین براءت کردن را نصیب و روزی و ما را ثابت قدم در این راه حق نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.